маросими савгандиёткунии президенти 45-уми Амрико Дональд Трамп омода мешавад. бар асари сӯхтор бинои баландошёнаи Теҳрон фурӯ рехта ҳаёти камаш 20 афсари хадамоти оташнишониро аз байн бурд. همه جا دود بود ما چیزی مشاهده نکردیم همه جا دود بود و شعله همین ва додгоҳи душанбе баҳси рошени украинӣ ва красни октябри русияро ба фоидаи русҳо ҳал кард. вақте мода пешниҳод мекунад баръакс рошан ҳамчун ширкати ҳам номи фирмои ҳам тамғои молӣ бо ҳарфҳои калон акаровка дар як кунҷи тамғои молӣ. имрӯз раисати 8 солаи Барак Обама президенти 44-уми Амрико ба поён мерасад ва маросими савгандиёткунии Дональд Трамп раиси ҷумҳурии мунтахаби Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор мешавад. гузориши муфассал дар ин бора зиндагиномаи Дональд Трамп ва ҳамчунин маросими савгандиёткунии президенти 45-уми Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро шумо метавонед имрӯз тариқи пахши зинда дар сомонаи мо бо нишони cw.ozodi.org тамошо кунед. ҳоло ҳамкорамон Хиромон Бахозода шуморо бо тарҷумаи ҳол ва корнамои Дональд Трамп ошно мекунад. Дональд Ҷон Трамп соли 1946 дар шаҳри Нью-Йорк дар оилаи сарватманд таваллуд шудааст. падараш Фред дар тиҷорати манзил дар Нью-Йорк сарвати худро ҷамъ кардааст. Дональд ҳам бо ҳамин роҳ рафт. ӯ аз падари худ қарзҳои бисёр миллион долларӣ мегирифт. ба гуфтаи худаш ҳоло империяи тиҷоратии Трамп ки иборат аз меҳмонхонаҳои 5 ситорадору қиморхонаҳо ва майдонҳои голфбозӣ аст, миллиардҳо доллар даромад меорад. дар китобҳояш ҳунари зинда мондан ва истеъдоди бозгашт мегӯяд муваффақияти ӯ дар он аст ки ҳамеша ба сӯи ҳадафҳои калон ҳаракат мекард. من این کتاب را همچون دستوری تجارت نوشتم ولی در داخل آن معلومات زیاد درباره خودم و مناسبتم به کار وارد شده است. این کتاب راه رسیدن به موفقیت و پس سر کردن مشکلات را آموزش می‌دهد. به نظر من این چیزها برای مردم جالب است. کتاب‌های ترامپ خیلی پرفروش شده و مؤلفش معروفیت زیاد آوردند ولی مطبوعات زرد بیشتر به حیات اویلوی ترامپ توجه داشت. او در دوام زندگیش 3 دفعه و هر بار با مدل ها ازدواج کرده است. همسر اولش ایوانا زیلنیچکووا بود، بعداً با مارلن میپلز ازدواج کرد و در نهایت میلانیا کناوس همسر او شد. در عروسی های ترامپ بسیار ستاره های هالیوود اشتراک کردند. در این گذشته خود ترامپ هم ستاره تلویزیون شد و شرکتداران برنامه کاندیدات برای حقی کار کردن در شرکت ترامپ رقابت میکردند. برای من همه برابر است. ها، خیال کردی که من همه را خوش میکنم. بسیار با عقل بوده ای. سوال را بینید. ولی نه همه کارهای ترامپ موفقیت آمیز بوده است. در آغاز سالهای 90 3 قمارخانه مربوط به ترامپ اعلانی ورشکستگی کردند. در سال 2009 هم 2 شرکت ترامپ بانکروت شد ولی هر دفعه توانسته است دوباره به پا شود. سال 2015 ترامپ به سمت پرزیدنتی حرکت کرد. بعد این یک باره در مرکز توجه قرار گرفت و یکی از بحث برانگیزترین اظهاراتش این شد که می‌خواهد مشکل مهاجرت غیر قانونی از مکزیک را حل کند. من یک دیوار عظیمی در خط جنوبی مرز می‌سازم و پولش را هم خود مکزیک می‌دهد. گپی مرا به یاد گیرید. ولی اظهارات ترامپ باعث اعتراضهای جدی شد. در صحبت‌هایش درباره تجاوزگران و مافیای مواد مخدر مکزیک لب گشوده وعده داد که همه را از آمریکا اخراج و ورود آنها را منع می‌کند. ترامپ پیشنهاد کرد که ورود مسلمان‌ها به آمریکا باید در چهارچوب مبارزه با تروریسم منع شود. بعداً مجبور شد که این گپ‌ها را کمی دیگرگونه شرح دهد ولی ماجرای کلانترین کمی بدتر رخ داد. روزنامه واشنگتن پست یک ویدیو را پخش کرد که ترامپ نظرش را درباره زنها بیان می‌کند. من زیبایی را دوست می‌دارم. همان زمان بوسه‌بارانش می‌کنم. این مثل مگنیت است. من یک باره به عمل می‌گذارم. بعداً او گفت که کدام عضوهای بدن زنها را دوست می‌دارد ولی مجبور شد که از این گپ‌هایش کناره‌گیری کند. این یک گپ مردانه بود. هیچگاه با این گپ و کار افتخار نمی‌کنم. ولی بعد چند روز زنهای پیدا شدند که گفتند ترامپ آنها را بوسیده بدون رضایتشان به آنها رسیده است. ولی با وجود همه این ماجراها و پیشگویی‌های مرکزهای افکار عموم ترامپ در انتخابات دست بالا شد.
ما همراه به خاطر نوسازی کشورمان کار و آرزوی نو امریکایی را عملی خواهیم کرد. ولی باز هم ماجراها اطراف نام او کم نشد. ساختارهای اکتشافی امریکا گفتند که در پشت حمله‌های کامپیوتری به صنعت‌های الکترونی حزب دموکرات مخالف ترامپ روسیه قرار دارد. گزارش‌های پخش شد که گویا کرملین در نسبت ترامپ مواد آبروریزنده دارد. خود ترامپ در یک نشست خبری بسیار سریع و بی‌بندوبار در نیویورک این همه را خبرهای ساخته نامید و از خدمات اکتشافی انتقاد کرد که خبرهای دروغین را پخش می‌کند. این یک شرمندگی است چون این کارها در آلمان ناتسیستی میتوانست روی دهد. و اینچنین اتهامات داشتن رابطه‌های خوب با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را رد کرد. اگر پوتین از ترامپ خوشش آید این بد نیست بلکه خوب است. من نمیدانم که مناسبت‌های ما با ولادیمیر پوتین خوب می شود یا نه. امیدوارم خوب می شود ولی شاید هم اینطور نشود. نوشته‌جات در توییتر ترامپ تخمین‌های چگونه پرزیدنت شدن او را تقویت می‌دهد. چین از آن ناراحت شده است که حضور نظامی این کشور را در بحر جنوبی چین انتقاد کرده تلفنی با رهبر تایوان صحبت کرده است. علاوه بر این ترامپ همیشه مخالف سازش هسته‌ای با ایران بوده است. ترامپ میگه صحیفه‌اش در توییتر را بستنی نیست ولی از این به بعد جهانیان باید به کارهای او برنامه را با گزارش‌ها از تاجیکستان و جهان ادامه میدیم. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید سال گذشته 36 عمل تروریستی در کشور جلوگیری کرد و 50 نفر را در این رابطه بازداشت نمود. رمضان رحیمزاده وزیر نهاد روز 20 январ ضمن نشست خبری گفت این افراد که اساساً اعضای گروه دهشت افکن دولت اسلامی بودند میخواستند علیه شخصیت‌های علیحده سوءقصد تشکیل نمایند. در جریان نشست خبری وزیر کارهای داخلی با موضوعهای دیگر نیز داخل نمود که محتوای آنها را مومن احمدی خلاصه میکند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از نتیجه فعالیت کاریش در یک سال گذشته با خبرنگاران تاجیک صحبت کرد. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان ضمن برگزاری نشست مطبوعاتی گفت در یک سال گذشته در تاجیکستان سطح جنایتکاری بالا رفته است. از جمله در سالی که سپری شد بیش از 21000 جنایت‌های گوناگون ثبت شده است که در قیاس با سال گذشته بیش از 100 جنایت بیشتر بوده است. در نتیجه گذراندن چارابین‌های اپراتیو جستجویی و عملیات‌های مخصوص 34 گروه جنایتکاری دارای خصوصیت متشکلانه با اعضایی 169 نفر معین و دستگیر شده است. همزمان 1367 جنایت دارای خصوصیت تروریستی و اکستریمیستی آشکار کرده شده. در نتیجه زیاده از 400 اعضای تشکیلاتی اکستریمیستی و تروریستی دستگیر گردیده و جوابگری جنایتی کشیده شده است. رمضان رحیمزاده اینچنین ذکر کرد که در سالی که گذشت گروه‌های تروریستی از جمله پیروان گروه ممنوع دولت اسلامی تلاش داشتند تا در تاجیکستان حمله‌های تروریستی انجام دهند، اما با گفته او با تلاش‌های کارمندان پلیس و دیگر نهادهای امنیتی این گروه‌ها خنثی شدند. اینچنین در نتیجه چاره‌جویی یکجای مقامات‌های قدرتی حفظی حقوق 36 حالت سوءقصد به عمل تروریستی و قصد کشتار شخصان علیحده در شهر و ناحیه‌های جمهوری پیشگیری و وابسته به این عمل‌ها زیاده از 50 نفر اعضای گروه تروریستی و اکستریمیستی دستگیر شده است. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفت تلاش‌هایشان جهت جلوگیری از پیوستن جوانان تاجیک به گروه‌های ممنوع مثل گروه ممنوع دولت اسلامی نتیجه داده است. او گفت در سال گذشته مقدار خیلی کمی جوانان تنها 40 نفر به گروه ممنوع دولت اسلامی پیوسته و 22 نفر از منطقه‌های تحت نظارت گروه دولت اسلامی به وطن برگشتند. اساساً کی می‌رود؟ شخصی که یگام معلومات ندارد، بی‌سواد است، جای کار نمی‌دارد، موقع خود را در جامعه که معین نکرده است، بعد می‌افتند. همین‌ها و بعضا مردم کار کردیم من کار پروفیلاکتیکی مردمی که برگشت اومد اینا را ما فهمیدیم با مردم همکاری کردن. اینا فهمیدن با مردم که این دولت اسلامی دولت جنایتی است، دولت جنایتکار است. فهمیدن مردم بسیار فهمیدن. در مورد پناهنده شدن قسمی از شهروندان تاجیکستان در کشورهای غربی هم در این نشست ذکر شد، اما رمضان رحیمزاده گفت اکثر آنهایی که به کشورهای غربی و امریکا
پناهنده شدند در تاجیکستان تحت پایگرد قرار ندارند و نسبت به آنها هیچ فشاری وجود ندارد و آنها می توانند دوباره به وطن خود برگردند. بسیاری اونایی که عرض کردن و خواهش کردن درخواست کردن برای پناهجوینده در گفتگو قرار ندارند و از پیش خود رفته. هر صورتایی که همین رفته از پیش خود گویا که در تاجیکستان در گفتگو نیست بسیاری اونها. یادآور می‌شویم که شب 3 ینور در محله 104 شهر دوشنبه میان دو گروه جوانان زنازنی رخ داده بود که در پی آن 2 نفر هلاک شد. وزیر کارهای داخلی با توضیح و سبب رخ دادن این حادثه گفت در اکثر موارد والدین مکتب گناهکار بوده، اینچنین برای جلوگیری نکردن از این حادثه ها در 55% کارمندان میلیسا نیز گناهکارند. 13 نفر دستگیر شده است، جدا از 500 نفر برای کارهای پروفیلاکتیکی با شعبه ساختارهای کارهای داخلی دستگیر شدند. در قیدها گذاشتیم. همه شخصان گناهکار دستگیر شده که 2 نفر دیگر در گفتگو است. معمولا در تاجیکستان در یک سال با اشتراک خبرنگاران 2 مراتبه نشست‌های مطبوعاتی برگزار می شود و وزیران و رئیسان شهر و نواحی در این نشست‌های مطبوعاتی به سوال خبرنگاران پاسخ می‌گویند. حالا رو می‌آوریم به تهران. در این کشور گروه‌های نجات سعی دارند از زیر خرابه‌های بینای بسیارشانه افسران خدمات سوختار نشانی را پیدا کنند. صبح پنجشنبه هنگام خاموش نمودن سوختار بینای 17 طبقگی فرو ریخت. اداره شهرداری تهران فوت 20 نفر و جراحت 70 کس دیگر را تصدیق کرد. حادثه را همکارمان ساجیده میرزا پیگیری نمود. سربازان و کارمندان پلیس ایران جستجوی افسران خدمات سوختار نشانی را در ویرانه‌های بینای سرآشیانه پلاسکو ادامه می‌دهند. تا حال سرنوشت کمش 30 نفر روشن نیست. طبیبان حدوداً به 45 افسر مجروح خدمات سوختار نشانی کمک رسانیدند. تلویزیون دولتی ایران میگوید که سوختار در بینای 17 آشیانه ساعت 8 صبح 19 ینور آغاز یافت و تخمیناً بعد 3 ساعت فرونشانی سوختار بینا فرو ریخت. 10 افسر سوختار نشانی در زیر آوار ماندند. شام پنجشنبه شهرداری تهران باقر قالباف فوت 20 نفر و مجروح شدن 70 نفر را تصدیق کرد. او گفت که احتمال شمار قربانی ها بیشتر باشد. بینای پلاسکو در ابتدای سالهای 60 قرن گذشته بنیاد یافته زمان بلندترین بینای پایتخت ایران بود. سرمایه گذاری این بنا حبیب الله القانیانی یهودی تبار از تاجران معروف ساحه تولید مواد پلاستیکی بود. او را در سالهای انقلاب اسلامی ایران اعدام کردند. تا روز سوختار در پلاسکو تخمینا 500 فروشگاه، کارگاه‌های نساجی و لباسدوزی و انبارها جایگیر بودند. صبح ساعت 8 به بعد آتش سوزی که پله بود شروع شده بود، باعث شد که کم کم شعله‌ور شد. این آتش سوزی طبقه 9 تا به بالا بودش. اون که همه جا دود بود، ما چیزی مشاهده نکردیم. همه جا دود بود و شعله همین. طبق اطلاع پیشکی سوختار در نتیجه به هم خوردن ناقل‌های برق به عمل آمده است. به نوشته خبرگزاری‌های ایرانی بینای مذکور در گذشته هم سوختارها را از سر گذرانیده است. نماینده خدمات آتش نشانی تهران میگوید اجاره گیرندگان بنا چندین بار هشدار گرفتند که وضع پلاسکو خوب نیست. مقامات ایران ساکنان بیناهای نزد پلاسکو و سفارت‌های خارجی کنار آن را به جای امن انتقال دادند. پرزیدنت ایران حسن روحانی تحقیق حادثه را طلب کرده است. و یک خبر ورزشی. دسته استقلال دوشنبه قهرمان فوتبال تاجیکستان در دایره جمع آمد تعلیمی و تمرینیش در شهر انطالیه ترکیه روز 19 ینور در اولین بازی سنجشی از تیم اینتر باکوی آذربایجان با حساب 1-2 مغلوب شد. با اطلاع رستم حکیمов سخنگوی باشگاه فوتبال استقلال هر 3 گل در نیمه دوم دیدار زده شد. حساب را در دقیقه 52 کاپیتان استقلال فتولویف باز کرد. ولی بعد 4 دقیقه میرحسین سعیدов بازیگر اینتر حساب را برابر نمود. گل دوم و حل کننده آذربایجانی ها را در دقیقه 77 لیگیونر ایرانی اینتر آزاد پردیس به ثمر رساند. و اخبار گزارش از این بیشتر را در وبسایت www.azadi.org و صفحه های ویژه ما در فیسبوک و توییتر و ادناکلاسنیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. تشکر که با ما هستید و به شما استراحت خوب می‌خواهیم.